کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 1 مارس سال 2023 با نشر یک اطلاعیه ویژه در سامانه رسمیش ساکنان و میمانان کشور را هشدار داد که بنا به پیشبینی هواشناسان چند روز آینده در برخی قطعه‌های راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش کولاب درواز، ونج خاروغ اشکورشم، خاروغ مرغاب خطر بلند فرو ریختن ترمه‌ها و سیل و سنگریز باقی میماند. به این دلیل کمیته بار دیگر از ساکنان و میمانان تاجیکستان خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه‌های خطرناک حدالامکان خودداری ورزیده خیلی هوشیار و احتیاطکار باشند و در صورت پیش آمدن حالت‌های فوق‌العاده به این رقم‌ها زنگ بزنند با رقم‌های کوتاه 112 و یا با رقم 992 93 880 2819. کمیته گفت به خاطر تامین امنیت رانندگان و مسافران و رساندن کمک فوری در حالت‌های فوق‌العاده در قسمت‌های گوناگون این راه‌ها گروه‌های ویژه نجات بخشان نوبت‌داری می‌کنند. گفته می‌شود اندیشیدن چنین چاره‌های بی‌خطری در دوره بالا رفتن خطر و به وجود آمدن حالت‌های فوق‌العاده بر اثر سردی و برف ریزی‌ها امر ضروری است. از اهالی خواسته شده است که به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش از جمله از مرگ انسان‌ها در این روزها از حرکت توسط راه‌های کوهستان و عقبه‌های خطرناک تا حد امکان خودداری کنند و همچنین نیت رفتن به جمع‌آوری اعزام، شکار، ماهیداری یا برای چراندن چاروا نیز به روزهای خوبتر قفا گذارند. این هشدار در حالی است که امسال الکی دست کم 24 نفر در تاجیکستان قربانی ترمه شدند. 18 نفر آنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، از جمله 15 نفر در شهر خاروغ، 1 نفر در نویه شغنان و 2 دیگر در ونج زیر ترمه مانده جان خود را از دست دادند. 6 نفر دیگر در روز دوشنبه خوجند زیر ترمه ماندند.